سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان کانال. خدمتتون هستیم با داستان ضرب المثل آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته. قبل از شروع داستان ممنون میشم که ویدیومون رو لایک کنید. بیبی صنم مادر بزرگ رضا و زهرا و سهیلا بود. همیشه با بچه ها خیلی خوب رفتار میکرد و برای بچه ها قصه میخوند، ولی کسی نمیدونست که چرا با ننه گلبز قهر کرده. زهرا و رضا و سهیلا هم هر کاری که کردن آخرش هم نفهمیدن که اینا چرا با هم قهرن. هر سری هم که دربارش حرف میزدن بیبی صنم عصبی میشد و میگفت هر چی که میخوایم بگیم ولی از گلبز حرف نزنین. بچه هم دلشون میخواست که هر جوری که شده اینا رو با هم دیگه آشتی بدن. با هم دیگه کلی نشستن فکر کنن که باید چی کار بکنن. اونا فکر کردن تا به این نتیجه رسیدن که ننه گلبز رو مجبور کنن که آش نظری بپزه و همه رو هم به خونش دعوت بکنه. رفتن پیش ننه گلبز و باهاش صحبت کردن. ننه گلبز هم حرف بچه‌ها رو قبول کرد و بهشون گفت که جمعه این هفته آش نظری درست میکنه و همه رو هم به خونش دعوت میکنه. بیبی صنم پاشو کرده بود توی کشک که به مهمونی ننه گلبز نمیره. به خاطر همین همه بچه‌ها دور هم جمع شدن که راضیش بکنن. رضا گفت بیبی صنم آش نظری گناه داره کسی آش نظری رو رد بکنه. زهرا برگشت گفت قهر سر جاش، آش نظری هم سر جاش. سهیلا هم گفت اصلا من میگم تو بیا ولی به آش لب نزن. اینجوری شد که بیبی صنم راضی شد بیاد، ولی قبلش قسم خورد که به هیچی لب نمیزنه. همه توی خونه ننه گلبز جمع بودن. بچه ها همشون دور بیبی صنم جمع شدن تا براشون قصه بگه، ولی بیبی صنم یک کلمه هم حرف نزد. رفت نشست گوشه اتاق روی مبل، اخماشو کرد تو همون بد اخلاق نشست اونجا. خلاصه که ننه گلبز به کمک بچه ها سفره رو چید و به همه گفت که شروع بکنن. 2 تا دور سفره پر از کاسه آش بود، ولی بیبی صنم نرفت پای سفره، اخموی گوشه نشسته بود. به خاطر همین بچه ها یه میز آوردن و آش خودشون رو گذاشتن اونجا و گفتن که حالا که شما نمیایین پای سفره ما میایم که پیش شما بخوریم. بیبی صنم هم چیزی نگفت. همه دور تا دور نشسته بودن و از آش تعریف می‌کردن. یکی میگفت عجب آشیه، یکی میگفت تا حالا تو عمرم همچین آش خوشمزه‌ای نخورده بودم. یه کاسه آشم جلوی بیبی صنم بود، ولی بیبی صنم اصلا حتی بهش نگاه نمی‌کرد. همونجوری تو خودش نشسته بود و داشت فکر می‌کرد. بچه ها به هم دیگه اشاره کردن. رضا یه قاشق از آش بیبی صنم خورد، زهرا یه قاشق، سهیلا یه قاشق. انقدر از بس آش ننه گلبز خوشمزه بود که کسی به بیبی صنم و بچه ها نگاه هم نمی کرد. وقتی همه کامل آششون رو خوردن از سر سفره رفتن کنار. با تعجب نگاه کردن به کاسه بیبی صنم که خالی بود. حتی یه قاشق آش هم تهش نبود. با دیدن کاسه خالی هر کسی یه چیزی گفت. یکی گفت آش نظری همینه دیگه، حتی آدم قهرمونو میخوره. یکی برگشت گفت انقدر آشش خوشمزه و خوش عطر و بو بود که حتی بیبی صنم هم نتونست جلوی خودشو بگیره و آش رو خورد. همه دور و برش جمع شدن گفتن که نذر سلامتی شما بود، ایشالا بیبی صنم تا 100 سال عمر کنین. بیبی صنم هم بیچاره گیج شده بود. رضا و زهرا و سهیلا هم رفتن و ننه گلبز رو از آشپزخونه آوردن. ننه گلبز همین که کاسه خالی آش بیبی صنم رو دید خیلی خوشحال شد و رفت به سمت بیبی صنم. ننه گلبز رفت و صورت بیبی صنم رو بوسید و گفت بیبی صنم منو ببخش، اصلا به خاطر همین آش نظری منو ببخش. راستی آشم چجوری شده بود؟ خوشمزه بود؟ بیبی صنم هم لبخندی زد و گفت آخه میدونی چیه؟ راستش اینه که من اصلا آشی نخوردم. یکی میگه من آش خوردم، اون یکی میگه چجوری بود آشش. آخه والا من به خدا حتی یه قاشق آشم نخوردم، ولی مثل این که منت آشه به گردنم موند، اونم الکی به حسابم نوشتن. اینجا بود که همه بچه‌ها با هم دیگه خندیدن و گفتن بیبی صنم جون آش کشک خالص، بخوری پات است نخوری پات است. بیبی صنم و ننه گلبز هم با هم دیگه خندیدن و همو بغل کردن و با هم دیگه دوباره آشتی کردن.
خیلی ممنونم که با این داستان همراه بودین. سابسکرایب یادتون نره، لایک ویدیو یادتون نره و حتما کامنت هم بذارین. خدا نگهدارتون.